سلام به شما. امروز می‌خوایم با هم یه نگاهی بندازیم، یه نگاه عمیق‌تر به وضعیت اقتصادی توی یکی از بازارهای سنتی و مهم ایران. بازار میوه و تره‌بار اصفهان. چند تا گزیده از یک گزارش میدانی داریم که خب یه تصویری از اونجا میده. هدفمون اینه که بفهمیم واقعا گردش مالی چطوره، توان خرید مردم در چه حدیه و کسبه چه حال و هوایی دارن. پس بیایید با هم این گزارش رو واکاوی کنیم. بله، و نکته مهمش اینه که اینجور مشاهدات میدانی از بازاری مثل تره‌بار اصفهان میتونه مثل یه ذره‌بین عمل کنه. ذره‌بین چطور؟ یعنی نشون بده که فشارهای کلان اقتصادی چطور توی زندگی روزمره، توی کسب و کارهای کوچیک خودشون رو نشون میدن. میدونید این فقط داستان یه بازار نیست. آها، درسته. میتونه یه بازتابی از وضعیت کلی تر باشه. دقیقاً. خب گزارش با یه هشدار شروع میشه، یه زنگ خطر جدی. بله. صحبت از یه بحران به قول خودشون کم سابقه است توی گردش مالی بازار. میگه معاملات روزانه خیلی خیلی افت کرده. این یعنی چی؟ یعنی انگار خب مردم حتی برای خرید همین میوه و سبزیجات روزمره هم دیگه اون توان قبلی رو ندارن. دقیقاً همین نکته است. ببینید وقتی کاهش خرید میرسه به کالاهای اساسی مثل همین میوه و سبزی. بله، مثل میوه و سبزیجات دیگه نمیشه گفت فقط یه رکود ساده است. این یعنی فشار روی معیشت خانوارها خیلی جدی شده. یعنی بودجه ها خیلی تحت فشاره؟ بله، اونقدر که حتی چیزای ضروری مثل اینا یا کم میشن از سبد خرید یا کلاً حذف میشن. این دیگه میدونید از نوسان عادی بازار گذشته به مرز بحران رسیده برای زندگی مردم. درسته. بعد میرسیم به یه قسمتی از گزارش که راستش خیلی تکون دهنده است. یه نقل قول از یکی از کسایه قدیمی بازار. وقتی میخوندمش واقعا جا خوردم. میگه شخصا حاضرم قسم بخورم اکثر مغازه ها عملا ورشکسته شدن. عجب. بعد ادامه میده فقط چون پول در گردش زیاده کسی چیزی نمیگه یا به روی خودش نمیاره. این اصطلاح ورشکستگی پنهان خب شاید برای شما که گوش میکنید یکم عجیب باشه. بله، اصطلاح مهمیه. گزارش جزئیات بیشتری هم میده. مثلا میگه بعضی فروشنده ها مجبورن برای اینکه بدهی بار قبلی رو بدن، بار جدید رو با ضرر بفروشن. خب این مفهوم ورشکستگی پنهان دقیقاً به همین اشاره داره. یعنی یه شکافی هست بین ظاهر و باطن ماجرا. ظاهر و باطن؟ آره. ظاهر بازار ممکنه هنوز شلوغ باشه، پول داره رد و بدل میشه، ولی در واقع سودآوری دیگه وجود نداره. بنیان مالی این کسب و کارها خیلی سست شده. یعنی فقط یه پوسته مونده. تقریباً. وقتی فروشنده مجبور جنسش رو زیر قیمت خرید بده که فقط بتونه یه پولی دستش بیاد یا حتی بخشی از بارش رو دور بریزه چون مشتری نیست، خب این یعنی دیگه سرپا موندن واقعی نیست، فقط ظاهر حفظ شده. آها. این دقیقاً با اون افت گردش مالی که اول گفتیم میخونه. پول شاید تو سیستم باشه اما به سود تبدیل نمیشه. دهی‌ها داره رو هم جمع میشه. پس وضعیت واقعاً مثل راه رفتن روی لبه تیغه. گزارش هم همینو میگه. هشدار میده که این کسب و کارها به شدت شکننده شدن. بله. و با کوچکترین شوک جدید، مثلا یه نوسان قیمت دیگه یا یه مشکل تو تامین بار، خیلی‌ها ممکنه کلاً برای همیشه تعطیل کنن. دقیقاً. گزارش اشاره میکنه حتی یه تغییر کوچیک تو هزینه حمل و نقل میتونه دومینووار باعث تعطیلی بشه. وحشتناکه. و اینجاست که اون حس نگرانی و میدونید استیصال عمیق خودشون نشون میده. تو گزارش هم هست اون جمله‌ای که میگه واقعاً قرار است چه بشود خدا میداند. آره، خیلی ناامید کننده است. این فقط یه گلایه نیست، این عدم قطعیت، این ندونستن آینده خودش یه عامل منفی اقتصادی میشه. وقتی کسی آینده‌ای نمیبینن، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری دوباره، برای برنامه‌ریزی، حتی برای حفظ کیفیت هم ندارن.
خب پس همه چی قفل میشه انگار. یه جورایی بله. این ترس و ناامیدی میتونه تصمیم گیری‌ها رو فلج کنه و رکود رو بدتر کنه. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی برای شما داشته باشیم از این گزارش کوتاه ولی خب خیلی گویا، ما با یه تصویری روبرو هستیم از افت شدید قدرت خرید مردم، بله. طوری که حتی کالاهای اساسی مثل میوه و سبزی هم تحت تاثیر قرار گرفته. درسته. یه جور ورشکستگی پنهان بین کسبه می‌بینیم که نشون میده زیر پوست بازار فشار مالی خیلی زیاده. و این وضعیت باعث شده این کسب و کارها به شدت شکننده بشن در مقابل هر تغییری و در نهایت هم یه حس عدم قطعیت و نگرانی عمیق نسبت به آینده روی کل فضا سنگینی میکنه. و حالا که این تصویر رو دیدیم یه سوال مهم پیش میاد که خوب شما هم بهش فکر کنید. بفرمایید. این وضعیت نگران کننده تو بازار میوه اصفهان به عنوان یه نمونه از بازارهای حیاتی و سنتی ما چه پیامی ممکنه برای وضعیت بازارهای ضروری دیگه تو شهرهای دیگه داشته باشه؟ سوال مهمیه. و اگه این ستونهای اصلی که نیازهای روزمره مردم رو تأمین میکنن انقدر ضعیف و شکننده بشن، چه اثرات زنجیره‌ای دیگه‌ای رو میشه پیش بینی کرد؟ توی کل اقتصاد، توی جامعه. این سوالیه که شاید جوابش تو این گزارش نباشه، اما خب بر اساس این داده‌ها ذهن رو خیلی درگیر میکنه.